بینندگان عزیز سلام. در اجناس مختلف تقلب داریم، اما یکی از تقلب هایی که واقعا دردناکه تقلب در اقلام خوراکی یا دارویی مردم هست. متاسفانه هر از چندگاهی شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو در کالاهای مورد نیاز مردم تقلب میکنن، مخصوصا عرض میکنم اقلام خوراکی و دارویی. این بار عزیزان ما در کلانتری 5 تن با گزارش 5 تماس گرفتن. با ما باشید این گزارش رو ببینید. اینجا کجاست؟ اینجا خیابان محصل شمالی، حوزه کلانتری 38 بعد چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اینجا پیرو گزارشات مردمی و نامه واصله از اداره محترم بهداشت مبنی به اینکه فرد یا افرادی اینجا اقدام به باز کردن یک انباری به صورت غیر مجاز و غیر بهداشتی بدون رعایت اصول بهداشتی و مبنی بر توزیع و بسته‌بندی روغن‌های داروهای گیاهی و روغن‌های گیاهی کنجد آفتابگردان کرده بودند. در معیت کارشناسای محترم اداره بهداشت امروز در محل حضور و در معیت خود فردی که انبار متعلق به اون بود اقدام به بازدید و بازرسی کردیم. اینجا نوشته که صابون آلوئرا، این موردی که اینجا هست عرضم خدمتتون که اکسپکتورانت کودکان، ضد سرفه، ضد سرماخوردگی، مسکن گیاهی. تانکری هست که 1500 لیتری تقریبا روغن آفتابگردان توش داره که مشخص نیست اصلا چه روغنی هست، مشخصات داشته. مدعی هستن روغن آفتابگردانه یا روغن کرچک. حالا قاعدتا ببینید ما جناب بندی می‌کردن شیشه‌های خالیش اینجا هست، روفش هست. متأسفانه بدون هیچ گونه رعایت مسائل بهداشتی و هیچ گونه مجوزهای قانونی اقدام این کار کرده بود. من اول تشکر بکنم از دغدغه جناب عالی و همکاران در بحث بهداشت. این چندمین برنامه است که ما خدمت شما میرسیم و همکارانتون که پیگیر مسائل بهداشتی مردم هم هستیم. قطعا همینطوری هستش که میفرمایید پلیس در واقع در بحث سلامت و بهداشت روان جامعه هم مسئولیت داره، در کنار سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی همیشه در این زمینه در واقع فعالیت میکنه و هر گونه اقدامی در راستای تخلفات و جرایم بهداشتی قطعا با هماهنگی دستگاه محترم قضایی برخورد میکنه. اینجا انبار یا کارگاهه؟ اینجا کارگاهه، خودش ادعا میکرد که انباره ولی مشخص ظواهر هم نشون میده که اینجا کارگاه مشخصی که بسته‌بندی داشتن. اون قسمت حالت کارگاه شده. ببینید چه آخر رو میفرمایید. آخر دقیقاً کارگرا میشینن و لحظه‌ای هم که متهم رو بردن و قرار شد من اینجا وایسادم تا خودرو رو انتقال بدم، دو نفر پسر بچه 17 ساله اومدن اینجا که گفتم شما چرا اومدین اینجا؟ گفت ما داخل کار میکنیم. بعد متوجه شدم که اینا حالت کارگاهی اینجا همین لیبلا رو به صورت لیبلای جعلیت رو نصب میکنن روی خود موادی که میخوان اینجا خارج بکنن. به صورت نامحسوس همکاران تحقیقات میدانیشون رو انجام دادن. وقتی مشخص شد و محرز شد برای همکاران که در این کارگاه به صورت مشکوک حرکات و ترددهایی دارن و اقداماتی انجام میدن، با هماهنگی مقام محترم قضایی و همچنین نمایندگان بهداشت به محل مراجعه کردند. اینا هم کیسه هایی است که پودرای گیاهی داره ولی هیچ مشخصاتی نداره که چی هست، چه جوری هست، هیچ مشخصاتی نداره. نکته هم که خدمت همکاران شما قبلا بودیم میگفتن این به هیچ عنوان رو زمین نباید قرار بگیره، پالت هایی باید بخوره، اینها بیاد بالا که به نظر میرسه اون بدیهیات بهداشتی رعایت نشده. جناب بارم حتی اگه استفاده بشه شرایط بهسازیشو نداره، باید کفش سرامیک باشه، دیواراش تا سقف سرامیک باشه، سقفش تا حتی شرایط انبارم نداره. لیبل هایی که اصلا مشخص قانونی نیست و مجوز ندارن هم بسته‌بندی میکردن هم برچسب میزدن. اسپری ضد شپش موی سر، شپش بی شپش گویا اسم این اسپری هست. دیگه چی داریم اینجا؟ چی الان؟ رنگ موی گیاهی، رنگ موی مشکی با لوازم مصرف. ببینید یکی نیست عزیزان دانشگاه علوم پزشکی که الان در آوردن، تعدادش داخل فایل زیادتر هست. در بازرسی این کارگاهی که صورت گرفت حدوداً 2300 لیتر انواع روغن غیر مجاز، 1500 کیلو انواع پودرهای در واقع غیر بهداشتی که کشف کردند.
روغن گل بنفشه، ای داد بیداد، این همون روغن بنفشه است جناب سنگ. اینجا میگفتن تعویض روغنی ها ارشاد که مسئول نصب بشن، وارد جزئیات نشیم. اونجا یک سرویس بهداشتی، ببینید مسائل بهداشتی رو گفتن رعایت نکردن. ای وای، یعنی اون پشت اون کیسه سرویس بهداشتیه. شاید اینجا بگم ما روغن آفتابگردون یا روغن کنجد، مثلا ما فقط کار روغن میکنیم. به نظر شما اون هم مجازه؟ باید از معاملات دارو و غذا مجوز داشته باشن، سیب سلامت داشته باشن. بله دقیقاً. چی هست الان؟ کالاندولا هست. پماد کالاندولا، بله بله، که عرض به حضور مبارک با سعادتتون. بله مصارف پزشکی داره، فرمایشتون متین، که اینا قاعدتا همش در حوزه معاونت غذا و دارو هست. متهم کجاست؟ متاسفانه متهم در حین بازرسی که همکاران محترم اداره بهداشت انجام میدادن با مامورین تمرد از دستور کرد که پلیس با هماهنگی قضایی که در محل حضور داشتن ایشونو دستگیر کردن و به مقر انتظامی دلالت دادن. از فامیل و مشخصات من عکس کارت بازرسی منو عکس گرفت، منم تهدید کرد و بازداشت شد. قبلا خدمت جناب شریعتیار معاون محترم دادستان بودیم، تاکید فرمودن مامورین دولتی، نه تنها مامورین انتظامی و پلیس، مامورین دولتی هم که تشریف میارن از ادارات، نهادها، دستگاه‌های زیرربط مثل دانشگاه علوم پزشکی، مثل اداره کار، اینا تحت حمایت قانون هستن. هر نوع برخورد با اینها به صورت خاص و ویژه در دستگاه قضایی اینجوری که فرمودن مورد پیگرد و برخورد قرار میگیره. خیلی هم موارد شده مأموری رو مورد توهین قرار داده، تشریف بردن دادسرا، اونجا مأمور رضایت داده، اما دادسرا گفته چون شما مأمور هستید، لباس فرم یک سازمان تن شما هست و از طرف عرض شود که دولت و حکومت مأمور به این کارید، ما دیگه کوتاه نمیایم. از اینجا به بعدش رو شما آقای مأمور رضایت دادید، تشریف ببرید بیرون، ولی پرونده جاری است و به عرض شود که موارد اون فرد رسیدگی کردن و کار به مجازات ختم شده. تا چشم کار میکنه از همون گونی‌های مختلف که ملاحظه میکنید به چه صورتی گذاشته شده جناب؟ مشخص نیست اصلا چی داره توش، گیاهایی هست که اصلا مشخص نیست. این جلوتر هم حالا همکار تصویربردارمون تشریف بیارن، گیاهای سبز رنگ عجیبیه که معلوم نیست قاعدتاً چی هست. منتها هر چی هست به نظر میرسه این شرایط نگهداری، همونجور که عزیزان تو دانشگاه علوم پزشکی میگن، این شرایط نگهداری بهداشتی نیست. بلهایی هست که استفاده میکنن و هم ظروف خالی هست، ظروف بسته‌بندی، شیشه‌های خالی. این کیسه همه شیشه خالی داره. به نظر میرسه قاعدتاً اینجا صرفاً انبار نیست، شرایط کارگاهی هم داره، کار هم دارن میکنن، برگزاری و بسته‌بندی دارن. یه سری روغن الان توی این فایل دارن است که توی بسته‌بندی شیر ریخته شده و معلوم نیست اصلا چه روغنی هست، چجوری تهیه شده. بله. اینم که روغنی هست که بازم هیچ مشخصاتی نداره و مشخص نیست چه شرایطی تهیه شده. و همینطور چند نمونه دیگه هم هست. اینم که روغن اپیلاسیون روش نوشته. بله. که برای اپیلاسیون تو آرایشگاه استفاده میشه و مشخص نیست اصلا هیچ مشخصاتی. ببینید اینم هیچ مشخصاتی که مثلا نشانی، آدرس، یه چیزی که اون مجوزهای بهداشتی شما هیچی روش نیست. فقط نوشته روغن اپیلاسیون. روغن گیاهی ارق و نسا، آرتروز، دیسک، سیاتیک، واریس، روماتیسم، کوفتگی، دردهای مفصلی و شکستگی. مورد بعدی که الان اینجا هست روغن بونه، اگر من درست خونده باشم عصاره روغنی، اینا فقط نوشته استعمال خارجی، توضیحی راجع به خود روغن ندادن. روغن مایع سویا، روغن مایع سویا روی ظرف نوشته، آدرس داره، اجازه بدید. بله، سیب سلامت رو من دارم اینجا میبینم، نوشته روغن سویا برای سرخ کردن مناسب نیست. و حالا بحث تاریخ و اینها رو بررسی کردید شما؟ درسته اینها 31/3400 تاریخ داره. توصیه‌ای که به شهروندان عزیز دارم، اولا از مراکز مجاز و قانونی هر گونه دارو یا موارد گیاهی احیانا تهیه میکنن جایی که مجوز داشته باشن و تحت نظارت در واقع مراکز بهداشتی باشه. و همچنین افرادی که در بحث تهیه و توزیع این گونه موارد هستن حتما بدون مجوزات قانونیشون رو اخذ بکنن و سپس اقدام به این کار انجام بدن. چای دیورتیک اگر من درست خونده باشم
که اصلا جوشانده گیاهی حاوی مواد مؤثر از قبیل نمیدونم اسیدسیلیک، آلومینیوم، پتاسیم و موارد از این دست. جناب توضیح داشتن در سطح شهر به عطاری ها، به عطاری سطح شهر بسته‌بندی می‌کردن، توضیح داشتن بدون هیچ مجوزی و هیچ چیز قانونی. شهروندان هر گونه اخبار و اطلاعاتی در راستای موارد غیر بهداشتی یا فروش خارج از شبکه قانونی احیانا مطلع میشن، حتما اطلاع بدن و با پلیس این موضوعات اطلاع رسانی بکنن که انشالله در بعد و هم بتونیم جلوگیری بکنیم از این گونه موارد.